یا الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم یه زمانی مسجد تشریف آوردن، یه پیرزنی کهنسال کمر خمیده اما خدمت مسجد رو میکرد، مسجد رو جارو میکرد. ما کسی که خادم مسجد باشه مسجد رو جارو بزنه، ما او رو اصلا به حساب نمیاریم. رسول پاک علیه السلام آمدن گفتن که این پیرزن کجاست؟ این نشان از اینه که رسول پاک تفقد میکرد. رسول پاک علیه السلام میدید حتی پیرزنی که هیچ کی او رو نمیدید. رسول پاک علیه السلام فرمودن پیرزن کجاست؟ گفتن یا رسول الله دیشب فوت کرد. چرا به من نگفتی؟ صحابه یک سکوت معنادار کردن. معنای این سکوت چی؟ از روی ادب گویا با زبان حال گفتن رسول الله ما خواب شما رو، عبادت نیمه شب یک نبی رو خراب کنیم برای که یک پیرزنی کنج مسجد فوت کرده. رسول پاک فرمود قبرش کجاست؟ رسول الله به نفس نفیس سر قبر اون پیرزن رفتن و بر اون نماز جنازه خواندن.